سلام، این ویدیو آموزش افزونه بوکلی پرو هست برای مدیران سایت. توی قسمت داشبورد وردپرس وقتی که وارد میشید افزونه بوکلی رو اینجا میتونید ببینید. تو قسمت داشبوردش میتونید قرار ملاقات های تعیین شده، قرار ملاقات های در انتظار تایید یا کل قرار ملاقات ها رو ببینید. تو قسمت تقویم هم همینطور، تو قسمت قرارها هم همینطور. تو قسمت تقویم هر قرار ملاقات های هر کارمند رو میتونید به صورت مجزا ببینید. تو قسمت قرارها هم میتونید به این صورت ببینید تاریخ قرار ملاقات، کارمندی که این قرار باهاش ست شده، نام مشتری، تلفن مشتری، همه اینا رو میتونید ببینید. میتونید هم ازشون خروجی بگیرید، از این صفحه خروجی بگیرید، چاپ کنید قرار ملاقات ها رو. چند تا اصطلاح هست که توی افزونه بوکلی باید اینا رو بدونید تا بتونید باهاش کار کنید. یکی اصطلاح کارمند هست، دسته‌بندی و خدمات. اینا خیلی مهمه. ما توی این مورد خاص که برای کلینیک لیزر این نوبت دهی تنظیم شده، اعضای کارکنان رو اومدیم دستگاه هایی تعریف کردیم که قرار خدمات رو ارائه بدن. مثلا ما اینجا 2 تا دستگاه داریم که به عنوان کارمند اینا رو معرفی کردیم، دستگاه روشن کننده پوست و دستگاه الکساندرایت کندلا. اگه بخوایم دستگاه جدیدی یا کارمند جدیدی اضافه کنیم، افزودن کارکنان رو میزنیم و یه کارمند جدید اضافه میکنیم. تو قسمت دسته‌بندی میتونیم برای خدماتمون دسته‌بندی مشخص کنیم که من اینجا دسته‌بندی ها رو مثلا لیزر بانوان، لیزر آقایان و روشن کننده پوست، لاین روشن کننده پوست دسته‌بندی کردم. اگه بخواید یه دسته‌بندی اضافه کنید، افزودن دسته‌بندی رو میزنید، یه صفحه جدید باز میشه، یه دسته‌بندی اضافه میکنید، ذخیره رو میزنید و تمام. اگه بخواید حذف کنید دسته‌بندی ها رو، از این قسمت میتونید حذف کنید. خب حالا توی این قسمت کارمندها میتونید ویرایش رو بزنید یا اینکه از همون اول خدمات میتونید خدماتی که برای این کارمند مشخص کردید و انجام بدید. توی قسمت برنامه شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه رو میتونید مشخص کنید. میتونید مثلا از ساعت 9 صبح تا ساعت 23 این برنامه این کارمند هست، میتونید براش وقفه مشخص کنید. مثلا از ساعت 13 تا 16 این دستگاه کار نمیکنه، اینو براش مشخص کنید. اگه بخواید برای روزهای دیگه افزودن وقفه رو میزنید، مشخص میکنید مثلا از ساعت 11 تا 15 این دستگاه یا این کارمند نمیخواد کار کنه یا نمیتونه کار کنه. بعد با یه ضرب در کوچیک که اینجا هم هست میتونید این وقفه رو از بین ببرید. روزهای تعطیلش رو میتونید مشخص کنید اینجا. اینکه مثلا ما در این روز کار نمی کنیم، هر سال تکرار بشه یا اینکه نه تکرار نشه. خب بعد ذخیره رو میزنید. برای هر دستگاه یا هر کارمند میتونید اینا رو مشخص کنید. حالا توی قسمت تنظیمات هم میتونید این کار رو انجام بدید. توی قسمت تنظیمات به قسمت تقویم کاری نداشته باشید چون تنظیماتش به هم میریزه. توی قسمت ساعت کاری میتونید ساعت کاریتون رو باز مشخص کنید. از اینجا هم، از این طریق هم میتونید ساعت کاریتون رو مشخص کنید. تعطیلات هم از همینجا میتونید مشخص کنید، ولی بهتره که از طریق این قسمت، این گزینه اعضای کارکنان، ساعت کاری و تعطیلات رو مشخص کنید. حالا در مورد اینکه چطوری خدمات ایجاد کنیم صحبت میکنیم. تو قسمت افزونه بوکلی قسمت خدمات رو میزنید، این صفحه براتون باز میشه. توی قسمت افزودن خدمت یه دونه صفحه ایجاد میکنید، دکمه افزودن خدمت رو میزنید، یه عنوان برای خدمتتون انتخاب میکنید، مثلا UL9. ایجاد خدمت رو میزنید، یه صفحه جدید باز میشه. از این صفحه جدید، از این قسمت میتونید عکس انتخاب کنید.
از این قسمت میتونید دسته‌بندی انتخاب کنید، مثلا لیزر بانوان. از این قسمت میتونید رنگ انتخاب کنید. قابلیت مشاهده باید روی عمومی باشه. از این قسمت میتونید قیمت رو مشخص کنید. تو قسمت ارائه دهندگان خیلی مهمه که مشخص کنید کدوم کارمند یا دستگاه میخواد این خدمت رو ارائه بده. به این قسمت کاری نداریم. تو قسمت روش های پرداخت میتونید سفارشی سازی کنید، یعنی پرداخت محلی یا یه تعدادی از روش های پرداخت رو حذف کنید، یه روش رو بذارید یا اینکه همه روش ها رو به صورت پیشفرض بذارید. اینجا میتونید در مورد این پکیج یا خدمتی که دارید ارائه میدید اطلاعاتی رو بنویسید، بعد ذخیره رو میزنید، بله، و این خدمت اضافه میشه به آخر لیستتون. اینجا هم دسته‌بندی ها رو میتونید ببینید. از این قسمت ترتیب خدمات رو اینجا میتونید جابجا کنید. ببینید اینجا ترتیب خدمات رو میتونید جابجا کنید. از این قسمت میتونید با توجه به هر دسته‌بندی خدماتش رو ببینید.